بچه ها سلام، من اومدم با یه ویدیوی جدید. خیلی اتفاقی رفتم یه بستنی خریدم، دیدم خیلی جالبه و خودم اولین بار بود که دیده بودمش. گفتم که بیام برای شما جلوی دوربین بازش کنم و با هم دیگه امتحانش کنیم. بستنی چیزکیک لقمه‌ای. بستنی لقمه‌ای تا به حال خوردید؟ ببینید چقدر کوچولوی، اندازه کف دست منه. میخوام برم بازش کنم ببینم توش چه شکلیه. اینم که روش عربی نوشته، فکر کنم صادراتیه. اینجا نوشته بستنی چیزکیک لقمه‌ای برند دومینو. بریم بازش کنیم با هم. اینقدر کوچولو و صورتی، توش 7-8 تا از این کوچولوهای صورتی شکل قلب هست. بعضیا مربعیه، بعضیا دایره‌ایه، همه همینجوری کوچولوه. بریم بخوریم. من این ویدیوها رو خیلی تون و بدون برنامه‌ریزی گرفتم، چون اصلا قصد نداشتم ویدیو بگیرم. خیلی بامزه است دیگه، ویدیوشو گرفتم. اما اینو بهتون بگم، شما این بستنی رو هر جا که دیدید، ستاره‌اش چه خوشگله، هر جا که دیدید بخرید. قد این خوشمزه است. وای وای وای.